سرخط خبرها. ما آماده ایم برای هر گونه سختی، آماده ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم. ادامه جنگ آمریکا و ایران. ایالات متحده بار دیگر به ایران حمله و جمهوری اسلامی پایگاه آمریکا در کویت را موشکباران کرد. تهران میگوید گفتگوها با طرف آمریکایی در جریان است و در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی گفتگو نمی‌کنیم. ترامپ اما گفته توافق با جمهوری اسلامی به گونه مشخص برنامه هسته ایران را در بر میگیرد و تهران توافق کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. بازسازی تجهیزات نظامی روسی در افغانستان محور توافق کابل و مسکو. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری‌های نظامی فنی میان کابل و مسکو در درجه نخست بر ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی ساخت روسیه که در اختیار افغانستان است تمرکز دارد. روسیه و امارات اسلامی در 27 ماه می توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کردند. ځینې ارقام چې خبر شوي دي دغه ارقام موږ د ردو د ارقام چې دي حقیقي ارقام نه دي، تخمین شوي ارقام دي. و اختلاف بر سر آمار مرگ و میر مادران در افغانستان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در گزارش گفته در هر 100,000 تولد زنده در کشور 600 مادر جان خود را از دست می‌دهند. به گفته این نهاد با این حساب افغانستان بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در جهان دارد. وزارت صحت عامه امارات اسلامی اما این آمار را رد کرده و دور از واقعیت می‌داند. سلام، من اسماعیل سادات میزبان شما در خبر 5 جزئی هستم. آمریکا بار دیگر به ایران حمله کرد و جمهوری اسلامی پایگاه ایالات متحده در کویت را موشکباران کرد. تهران میگوید گفتگوها با طرف آمریکایی در جریان است اما در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی گفتگو نمی‌کنیم. ترامپ اما گفته توافق با جمهوری اسلامی به گونه واضح و مشخص برنامه هسته ایران را در بر میگیرد و تهران توافق کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. برای جزئیات و آخرین ها همراه میشویم با همکارم احمد رشاد زریر که از استودیوی 2 با ما وصل. سلام زریر، وقتت بخیر. بر اساس آخرین ها وضعیت بین ایران و آمریکا چگونه قابل تعریف است؟ سادات، وضعیت بین ایران و آمریکا به موقعیت رسیده، به جای رسیده که دیگه اکثریت تعریفی که از دیپلماسی در دنیا وجود داشت به او قطع نمیته و باید کلا در دنیای سیاست یک سری تعریف جدید بازنویسی شود. با توجه به اینکه همه چیز در دنیا در حال دگرگون شدن است، بنابراین شاید در علم سیاست و در دانش دیپلماسی هم باید یک سری عناوین و یک سری مؤلفه ها تازه اضافه شود و دانشمندان و نظریه پردازان سیاسی بیاین آنچه طی چند ماه گذشته بین ایران و آمریکا رخ داد را در بستری چند سال گذشته، حداقل نیم قرن گذشته و در محور قدرت نمایی قدرت های جهان در یک قرن گذشته ارزیابی و تحلیل بکنن، برش عنوان بنویسن و از سر آموزه های اضافه بکنن تا بعد نسل بعد ما بیاید از اون نام ببره. فعلا نمیتوان گفت این وضعیت جنگی است، نه بر اساس قوانین و منشور سازمان ملل و شورای امنیت است، نه بر اساس مؤلفه ها و آموزه های سیاست، نه وضعیت آتش بس است، نه دیپلماتیک است و نه هم آنچه که به اصطلاح استخباراتی قلمداد میشه. چرا خیلی پیچیده است و اکثریت آگاهان که حتی من شخصا از اونا سوال میکنم، اونا میگن که ما نمیتونیم چیز خاصی حالا بگیم. مثلا دنیا به اندازه غیر قابل پیش بینی شده که نه شخصی آقای ترامپ اصلا دیگه نمیتوان پیش بینی کرد که آیا تا ساعتی بعد حتما یک جنگ بزرگ اتفاق میفته یا توافق بزرگ اتفاق میفته و هیچ اتفاقی هم نمیفته. به هر حال فعلا بر اساس آخرین داده ها که یک درگیری تازه در خلیج فارس صورت گرفت و امروز پهپادها و موشک‌های ایرانی را کویت راهگیری کرد، گفت که این نقض حریمی ماست و حق پاسخ ما مشروع است. حالا چقدر حق پاسخ توانایی پاسخ داره کویت، کشور کوچکی است تو جای قابل بحث است در مقایسه با ایران، ولی ایرانی‌ها گفتن که ما در پاسخ به حملاتی که به بندر سیریک در هرمزگان در جنوب ایران صورت گرفت و به یک دستگاه مخابراتی این حملات آمریکایی ها صورت گرفت، اونم از مبدای
کویت، از پایگاه آمریکا در کویت این کار انجام دادیم. آمریکا هم این رد میکنه، میگه نه خیر، ما از کویت انجام ندادیم حملات را ما توسط F-15 ها جنگنده های هوایی خودمان از ناوها برخواستند و این حملات انجام دادن. اونم در برابر آنچه که دیروز اتفاق افتاد. دیروز یک MQ پهپاد MQ آمریکایی را ایرانی‌ها زدن که آمریکا میگه در آبای بین المللی بود و ایرانی‌ها میگن که در آبای مربوط به تنگه هرمز بود و تجسس میکرد از ایران. بنابراین هم دونالد ترامپ گفت که نگران این وضعیت نباشید، حال با این وضعیت دگرگون خواهد شد، آرامشتان حفظ کنید، سر جایتان بنشینید، تهران به شدت توافق میخواه. و اما ایران چی میگه؟ میگه ما با وضعیت عدم توافق کاملا آماده هستیم. در مواردی که خط سرخ مشترک ما و آمریکاست قرار نیست که ما کوتاه بیاییم و اصلا قرار نیست به زودی هم توافق صورت بگیره و به نظر میرسه همه طرف ها روی کرد و آمادگی جنگی دارن، ولی یک لایه مثبت انگارانه ترش سادات این است که امکان داره این آخرین زورآزمایی ها برای امتیازگیری باشه، چون هم ترامپ خودش و هم تیمش معامله‌گرن، اهل معامله هستن، اهل مذاکره و چانه زنی هستن، اهل مفاهیم هستن. شاید اینا میخوان امتیاز بیشتر بگیرن و اونا هم میخوان که امتیازات خودشان را حفظ بکنن. همون کارتای بازی اصلیشان که تنگه هرمز است، جنگ در همه جبهات است و همچنان یورانیم غنی شده، میره حفظ بکنن. به هر حال خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. بسیار تشکر. و اگر بپردازیم به مسئله داخلی ایران، در داخل ایران چی میگذرد زریر؟ در داخل ایران که امروز 2 تن دیگر اعدام شد به اتهام جاسوسی و وطن فروشی و یک تن دیگه هم که بسیار خبرساز شد از دیروز به این طرف، کسی که عکسی از معترض در جاده گرفته بود، فقط به خاطر گرفتن این عکس که خیلی عکس حماسی قهرمانانه ضد جمهوری اسلامی آمده بود، و عکس یک معترض در برابر یک صف از نیروهای مسلح تا دندان مسلح انتظامی ایران به تنهاییش نشسته و جاده را متوقف کرده در همون اعتراضات. کسی که این عکس گرفته بود این متهم محکوم شد به 10 سال حبس و همین گونه دادستانی ایران اعلام کرد، گفته تا کسانی که یک عکس گرفته باشن هم میتونن که روند دادگاهشان پیچیده باشه و جرمشان بلند قلمداد شود با توجه به قوانین مدنی و حقوقی ایران. از اون طرف هم بحث اختلاف در داخل جمهوری اسلامی را رسانه‌های غربی دامن زدن دوباره که آقای پزشکیان بسیار ناراحت است از اینکه قدرت در دست فرماندهان سپاه پاسداران است، صلاحیتی نداره دولتش و دیپلمات‌هایش حتی در مذاکره، در جنگ، در مسائل کلان منطقه‌ای و با آقای مجتبی خامنه‌ای درخواست استعفا داده و اما خب هم مقامات جمهوری اسلامی و هم سیاستمدارا هم خانم مهاجرانی به شدت رد کردن، تکذیب کردن، گفتن این چنین چیزی نیست. آقای پزشکیان استعفا نداده، تصاویری از حضورش در مراسم دیشب را منتشر کردن و گفتن همش تلاشای برای ایجاد تفرقه است و همچنان روند مصادره اموال ادامه داره. امروز 70 تن دیگر را هم اموالشان را توقیف کردن، مصادره کردن و همین گونه آمادگی ها و نمایش های جنگی. البته یک سری نارضایتی کماکان در میان هواداران جمهوری اسلامی در میدان هم بروز کرده که رسانه‌های غربی خیلی برجستش میکنن سادات. مثلا یکی از مشهورترین مدعاهای حکومتی ایران که در مجالس آقای خامنه‌ای فقید هم شرکت میکرد، این آقا آمده خطاب به مقامات میگه که شما چی میکنید که ما نمیدانیم؟ ما در میدان تکلیفمان روشن نیست. شما مذاکره میکنید، توافق کردید یا آماده جنگ میشیم، به هر حال به ما بگید. و در ایران هم وضعیت همچنانی که در چند ماه گذشته بود همون گونه است. حالا جنگ، مبارزه اقتصادی بین ایران و دشمنانش هم همچنان ادامه داره. به هر حال آقای اژه‌ای رئیس قوای قضاییه ایران ادعاش این است که سناتورای آمریکایی به این اعتراف رسیدن که ایران یکی از 4 قدرت ابرقدرت جهان است. سپاس. و گفته میشه که اسرائیل دستور حمله به بخشی از لبنان همچنان صادر کرده. وضعیت لبنان چه تصویر از آینده منطقه می‌دهد؟ وضعیت لبنان که کماکان داره بغرنج‌تر میشه. اولا که بخشی از تفاهم احتمالی آمریکا و ایران بود که باید در لبنان هم آتش بس برقرار باشه که گویا به این نتیجه نرسیدند. بین
حزب الله و گروه های مورد حمایت ایران و دولت حاکم لبنان که نواف سلام جوزف اون هستند، بین اینام یک سری تنش های تازه بروز کرده به ویژه بعد از جنگ اخیر. بله، کشورگشایی اسرائیل بسیار گسترده شده در لبنان. قلعه الشقیف یا بوفورت را اینا حالا در اختیار خودشان گرفتن و میگه که دستور دادیم که همچنان دامنه حضورمان در لبنان گسترده تر شود و تا حوالی سواحل دریای لیتانی را هم بگیریم. حتی صدای فرانسه در آمده. یک زمانی لبنان از مستعمره های فرانسه در زمان خودش بود در بخشی از تاریخ. به این خاطر فرانسه در مورد لبنان حساس است و حالا صدای فرانسه بلند شده. آقای مکرون دیروز به شدت خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت شد که امروز تا فردا برگزار میشه و درخواست او و همچنان خواهان پایان جنگ در لبنان شدند و گفتن از مسیر دیپلماسی حل شود و به اسرائیل کماکان انتقاد کردند. صدای خود لبنانی هایی که در حکومت هستند بلند شده و اینا به شدت مخالفت کردند. و تازه آقای قالیباف از طرف ایران گفته که تاوان آنچه که اسرائیل در لبنان انجام می‌خواهد پرداخت و آقای شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داد. گفت وضعیتی که در لبنان ادامه داره را بیش از این تحمل نخواهیم کرد و این خودش یک هشدار میتونه باشه که اگر این جنگ در لبنان ادامه پیدا کنه شاید جمهوری اسلامی حملاتش همونگونه که به کویت و امارات آتش بس انجام داد حملاتی به اسرائیل انجام بده که میتونه کلا معادله را دگرگون کنه و جنگ را از سر بگیره. به هر حال وضعیت خاورمیانه کلا منطقه با محوریت جنگ آمریکا و ایران پیچیده تر از هر زمان دیگری است و هر اتفاقی ممکن است، هم یک توافق بزرگ، هم یک جنگ بزرگ و هم ادامه همین وضعیت بلا تکلیف و همین خاکستری. از ارائه جزئیات و حضورت سپاسگزارم زریر. همکارم احمد رشاد زریر آخرین ها از خاورمیانه را با ما در جریان گذاشت. شما بیننده این گزارش باشید. در پی اوجگیری درگیری‌ها میان ایران و ایالات متحده، گزارش‌ها از تبادل حملات هدفمند در چند نقطه حساس منطقه حکایت دارد. سپاه پاسداران اعلام کرده که یک پایگاه هوایی را که به گفته آنان در حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سرک مورد استفاده قرار گرفته بود، هدف قرار داده است. همزمان واشنگتن میگوید حملات دفاعی علیه مراکز راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادهای ایران در شهر گروک و جزیره قشم انجام داده است، اقداماتی که در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توصیف شده است. این تحولات در حال جریان دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهارات تازه خود گفته است ایران به شدت خواهان توافق است و این روند میتواند به سرعت به نتیجه برسد. ما به یک توافق بسیار خوب نزدیک شده ایم. ایران به توافق علاقه‌مند است، اما اگر این مسیر شکست بخورد گزینه‌های دیگر هم وجود دارد. در ادامه این موضع‌گیری‌ها، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است هر توافق احتمالی باید شامل تضمین کامل عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، جمع‌آوری ذخایر یورانیم غنی شده و تداوم باز بودن مسیرهای راهبردی منطقه‌ای باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده که گفتگوها با آمریکا ادامه دارد، اما هنوز هیچ جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. عراقچی همچنان تاکید کرده ایران در برابر فشارها از موضع خود عقب نشینی خواهد کرد. گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمان زنی هایی که صورت میگیره به نظر من بهش اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت برسه. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته است عبور از شرایط کنونی بدون تحمل سختی‌ها ممکن نیست. او گفت کشور در یک مقطع حساس قرار دارد و مدیریت این وضعیت تنها با همکاری داخلی و درک واقعیت‌های موجود امکان پذیر خواهد بود. مقاومت به هر حال سختی داره. ما آماده ایم برای هر گونه سختی، آماده ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم. ما که جونمون از رهبر عزیز بالاتر نیم، از کسانی که تا حالا شهید شدن، ولی باید در صحنه بود و صحنه رو باید مدیریت کرد. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با گسترش عملات نظامی در جنوب لبنان تاکید کرده است که حملات علیه حزب الله تا رفع کامل تهدیدات امنیتی ادامه خواهد یافت. به گزارش منابع بین المللی، ارتش اسرائیل در روزهای اخیر دامنه حملات هوایی و زمینی خود را افزایش داده، اقدامی که در سایه تنش‌های همزمان میان ایران و آمریکا و نگرانی از گسترش جنگ در چند جبهه منطقه‌ای ارزیابی می‌شود. تحلیلگران این وضعیت را بخشی از تقابل گسترده‌تر اسرائیل با محور مورد حمایت ایران می‌داند که می‌تواند بر روند بحران تهران و واشنگتن اثرگذار باشد. و به همین ترتیب می‌رسیم به پایان بسته خبری 5:30. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.